اطفال مظلوم غزه در حالی که پدر کنارش نیست، مادر کنارش نیست، برادر کنارش نیست، خنده می کند، خوشحالی می کند و می گوید الحمدلله. این ایمان است که به نمایش گذاشته شده. الله او صبر و استقامت و ایمان کودکان فلسطین را به ما هم عطا کند. پیش ایمان کودکان غزه ما شرمنده هستیم. محاصره اقتصادی را تحمل کردن، محاصره نظامی را تحمل کردن، اجساد شهدای خود را این روزها از زیر آواره ها بیرون می کنند، اما با لب خنده. چرا؟ چون شهدایشان با الله معامله کردند، شهدایشان نزد الله روزی می خورند. ما به مقام شهدایشان رشک می بریم، غبطه می خوریم. سلام بر شهدای غزه، جان فدایی کردند، یک وجب از خاک غزه را تسلیم نکردند.